چه فارسی، چه ترکی یا لری، کردی، اون زبان مادری که حالا شما میخوای برای فرزندتون ارائه کنی، اون یاد فرزند بدی، ببینید اجبار و تحمیل ما نباید داشته باشیم. حتی زبان فارسی، یعنی ما اصطلاحاً توی رشد زبان بچه‌ها برای لکنت و مشکلات گفتاری بچه‌ها میگیم به شکل غیر مستقیم به بچه‌ها بده. نباید به بچه بگی بگو بابا، بگو مامان، بگو آب، بگو بابا بیار، اگه نگی من اون آبو دست تو نمیدم. این کاملا اشتباهه. ما به شکل غیر مستقیم این گفتار رو میان به بچه آموزش میدیم. مثال من خدمتتون عرض کنم، مثلا بچه نمیتونه این بابا رو بگه، ما باید به خودمون تو حالت داستان بگیم الان به بابا میگم بیاد. نباید به بچه بگیم اینو بگو، چرا اینطوری حرف نمیزنی. اگه اجبار و تحمیل براش بیاریم این نتیجه عکس خواهد داد.